سلام دوستان، داخل این ویدیو با چندین روش بهتون یاد میدم که چطور کیفیت عکساتون رو تا چند برابر افزایش بدین. پس ممنون میشم که قبل اینکه ویدیو رو ببینید این ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و اینکه زنگوله بغلش رو حتما بزنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم از طریق نوتیفیکیشن خبردار بشید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. روش اولی که میخوام بهتون معرفی کنم استفاده از سایت کیری ای آی هستش. اینجوری که شما داخل گوگل کیری ای آی رو سرچ میزنید و اولین سایتی که میاد رو روش باید کلیک کنید. از این قسمت شما عکستون رو باید آپلود کنید. روش که بزنید رو همین گزینه به علاوه بزنید عکستون رو انتخاب میکنید. به عنوان مثال من یه عکس از مسی رو انتخاب میکنم، روی اوپن بزنید و منتظر بمونید تا عکس آپلود بشه. بعد از اون تو سمت راست بهتون یه تنظیماتی نشون میده که اینجا میتونید تنظیمات کیفیت عکستون رو انتخاب کنید. به عنوان مثال من میذارم روی 4K و نهایتاً روی انهانس کلیک میکنید. حالا منتظر بمونید تا اوکی بشه. این شد نتیجه کارمون. حالا خیلی راضی کننده به نظر نمیاد چون به هر حال هوش مصنوعی دیگه خیلی گیر ندید. روش دومی که میخوام بهتون معرفی کنم استفاده از سایت Let's Enhance. اینجوری که شما این رو سرچ میزنید و Let's Enhance اولین سایتی که برای شما بالا میاد. روش که بزنید بعد اینجا در واقع لاگین کنید یا حالا اکانت بسازید اگه اکانت ندارید. بعد اینکه لاگین کردین روی دراپ ایمیج بزنید و اینجا تصویرتون رو انتخاب کنید. اینجا مثلا من این عکس دوباره از مسی انتخاب کنم. روی استارت پرسینگ بزنید. حالا این مقدار طول میکشه. بعد اینکه اومد شاید تو نگاه اول خیلی با کیفیت به نظر نیاد، ولی اگه این مقدار زوم کنید میتونید شاید جزئیاتی باشید که در واقع این سایت و عکستون اضافه کرد. سایت بعدی که من بهتون معرفی کنم سایت رمینی هستش و اون سرچ میزنید و اینکه این سایت نیازمند وی پی ان. آره دیگه من وی پی ان ندارم، خودتون برید بزنید. و اما روش نهایی که میخوام بهتون معرفی کنم استفاده از خود فتوشاپه. اینجوری که عکستون رو وارد میکنید و میزنید روی کامرا فیلتر. حالا قراره این تنظیم‌ها رو انجام بدیم. من رو زوم کنم و میایم اینجا ما داریم بهش اکسپوژر میدیم اول و اینکه هایلایتش یه مقداری بالا میبریم چون هایلایت خوبی داره و اینکه شادو رو ذره پایین‌تر میاریم و میایم پایین‌تر تا اون رنگ که داره پر رنگ‌تر بشه. تو بخش دیتیل نویز ریداکشن تا ناموس میاری بالا و اینکه بالایش هم همینطور. باید اینم تقریبا در همون اندازه ببریم بالا. قبل و بعد کار رو ببینید که خیلی فرق کرده. خب دوستان این بود از ویدیوی ما. اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و اینکه زنگوله بغلش رو بزنید چون هر هفته ویدیو داریم.